ثمره‌های تقوا یعنی پرهیزگاری در دنیا و آخرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتقوا الله ویعلمکم الله. تقوای الله را رعایت کنید و الله هم به شما علم و دانش می آموزد. بسم الله الرحمن الرحیم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. تقوای الله را رعایت کنید و بدانید که الله با تقوا کنندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که تقوا پیشه سازند و به اصلاح بپردازند، نه ترس بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هر کسی که تقوای الله را رعایت کند، الله جل جلاله راه نجات را برای او فراهم می سازد و از جایی که تصورش را نمی کند به او روزی می رساند. بسم الله الرحمن الرحیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر ساکنان این شهرها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می ساختند، برکتهای آسمان و زمین را برای آنان می کشادیم. بسم الله الرحمن الرحیم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. هر کسی که تقوای الله را پیشه سازد، الله بدیها و گناهان او را می بخشد و پاداشش را بزرگ می گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وارد می گردد، یعنی دوزخ. این امر همواره بر پروردگارت حکم قطعی است. آنگاه کسانی که پرهیزگار بودند از دوزخ می رهانیم و ستمگران و ظالمان را به زانو در افتاده در دوزخ رها می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین. در روز قیامت دوستان صمیمی دشمنی همدیگرند مگر تقوا پیشه کنندگان. بسم الله الرحمن الرحیم وسيق الذين
اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، کسانی که تقوای پروردگارشان را رعایت می کنند گروه گروه به سوی بهشت روانه می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنایی آن به اندازه آسمان ها و زمین است و برای تقوا پیش کنندگان آماده شده است. بسم الله الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، روزی که تقوا پیش کنندگان را گروه گروه در پیشگاه الله رحمان جمع می نماییم. الله مهربان همه ما و شما را تقوای الله را پیشه کردن را نصیب و روزی گرداند. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.